نمیخواد از دست مراد فرار کنه. یعنی یه دونه میخوام درست کنم رنگ لباسش. آبرو تو میبرد، آبروی خود خانواده. خانواده قربانی به دلیل حفظ آبه روی جنایتکار سرپوش میذارن و با اون در واقع همدست. بچه من یه دقیقه از این خونه بیرون نمونده تا الان. شهاب حسینی، مریلا زارعی، طناز طباطبایی، بابک حمیدیان، امیر آقایی، جمشید هاشمپور، فرهاد آیش، هادی مرزمان، مائده طهماسبی، شیرین بینا، نیما صفایی. هیس. دخترها فریاد نمیزنند. تهیه کننده و کارگردان پوران درخشنده. محبوب ترین فیلم 31مین جشنواره فیلم فجر به انتخاب تماشاگران. پخش از فیلم ایران.